پوست. میگفت آشک افغانی، ما آشک افغانی جور نداریم. خیلی آشک افغانی است به نظرم خیلی. آلمانی است. این رقمی برنامه تا سبوار ادامه میده. بولانی های چوچه. نکو علی او رقمی. بولانی نکتیمو بخری. سلام دوستای عزیز، اسم من ساحل است. من علی هستم. من میلاد هستم. من سیار هستم. امروز یک چالش داریم که آشک جور میکنیم. هر کس هم زودتر آشک خود پر میکنه و میده کنه گندنا را برنده است و بازنده. در بازی قسم است که برنده مسابقه از مجازات فرار میکنه، خلاص میشه و بازنده مجازات میشه. مجازاتش است؟ مجازات شامی است که آشک باید تند بخوره و یا شور بخوره. پر از مرچ و نمک. پر از مرچ و نمک. بریم ببینیم. بریم برنامه چه ما قسم یکی میشه؟ هستیم. ما و سیار جان یک تیم است. ما میبریم. تایمر اینجا تلفن من بگیرم. تلفن تو جوش تو. بیتشون لایزه بیتشون کدامش؟ نکردیم نکشیدیم. چی کنیم والی؟ او بچه میاد ندارم. باشه اول تایمر اینجا یک صبر کنه. یک دو سه کمی بزنم تایمر. یک دو سه چرا؟ بی من چی میگی؟ اون نمیتونه. الله اکبر بلو الو خوبش میده خلاص شد ما بردیم برده خلاص سیکو همه قطعه اینه میره کمیون ببری نفر میگه می آشک است خودش خلاص دوشک امیده مندازی؟ خلاص گیره سیکو برو صبر کن خلاص از ما خلاص تو آشک میره مندازی خلاص میگه به شما خلاص برو نه سیان نیست نکو علی او رقمی ای آفرین برو خلاص چی خلاص شد این از ما خلاص نه علی او رقمی خب ما زیاد میدان میکنیم ما میبریم موهایی که میدان هم میکنم بون پرتا یا میخی کتا وید نبریده که تو ایران بود خلاصی ما وقت قید کردم علی چیش خنیده خودت هم دختر هستی نکن دیگه بچهش فامیلی آره که خلاص میشه خلاص چرا قمیره فامیلی بایدکی کنم چرا این از ما خلاص شده چیز نمونده او تو کلام استاپ وقت استاپش کرده بودم من بردیم شما فامیلی تازه چیز کردید تازه بگه چیز یا شک شما انداخته ما چه قواق شده از کنان انداخته بودیم خلاص شده کن ما بردیم دیگه نه بچهش از ما برنده بودیم فامیلی به خاطر که از ما مایده کردیم بیخی سایب که ایمی چی هستی؟ او را ای دیگه پیشتر این تنها یک دو نوشک میگیری خودش تنهایی یه بنده تو مشتش میگن خدا خیلی این کسا او را نمیندازه درازایشو نمیندازه شما تیست توتا کردی ولی ما خوبش شده کلش گرفتی پیشتر علی گرفتی تو چیز صبر کن باشه ببینم کتو من از شما رو ببینم نه زنده صبر کنه برنده دیگه معلوم نمیشه هر وقت در آشک و ماشک جور کردیم داخل معلوم میشه در خمیر پر کردن که خمیر پر میکنه برنده نیزی که به یک برنده بریم کسی که بریم خب ما کم جور میکنیم نه رفتیم بیا رقصش نشو برید
A few minutes later. خب یک دقیقه صبر کنید بچه‌ها. پیشتر برنده چیز بود. برنده ما بودیم. ما بودیم. نه ما بودیم. اینا گندنایی که دراز بود. طرف ما انداختیم. نه نه آها خب، یه کوشای دقیقه اینی خمیر است. واسه برنامه. اینی خمیر ما است. نکردیم. خمیره. خوبش خب. نازک اورم باشه. مساوی شروع 1 2 3 برو شروع. پرت خود خمیر بکو قسیش نشی برو بگو نه باز یک دفعه دیگه برو یک دفعه دیگه چرا نمیره؟ آه نال خانش تغییر ده برو پرت ای برو آفرین برو خودش ای چای جونی نشه آفرین حاجت او کارانه تنم آفرین مینی تا. برو میشه زمین خوب شد قوارت نزده شده دیگه. او خرابش کردی. خوبش است قوارت نزده جا. خوبش اینا یه بی پاس خونی رو کشیم که خوبش است نه این بس بگیره. سی. برو آ بچه. برو پارت برو بگی درجه. چرا تو کدی درجه چه جور کن. شروع کن قشی کردی با چرا تو کد این چی کاره نه دیگه این خلاص شد نکه لولا. چرا تو کده دست دیگه بچه. چرا نه سای چی شد اول خوبش مفتش مرتینا چی میکنی زایی تا باش تو الان کم باشه. سکن بند نه خمیر خراب شده سکن بند خمیر ما خراب شد خراب نشده نه چی کنه چرا تو کدی نکو. عادی بابا دونه دایرکتر. آه بچه خمیر ما رو چی. خمیر ما رو چونگی داده. نه والا من بکشیم من مفتو نه خلاص اوه خمیره کنم سکو. علی نکو ما میگیرم با خود چرا ما خود بده این برنامه تا سبوار ادامه میده آه بچه خمیره چی جور کنه. نکو چرا کی چی جورت کرد. خلاص شد خمیر نداریم خمیر مشتاق سب نمیکنم اینا خمیر دیگه نداریم بیا ای خدا گردای به درد گره بیشنی. مشت کویه مشت حالا کی توتر شد مشتش ما هیچ وقت شکست قبول نمیکنیم مشت کنه شکست کیست مشت کنه بیگی جور کورا چزو نگرد برو میتونی موس کورا نکو نمیشه بیجا نزی. مشت کنه خمیر مشت کنه سایکلوک شد پس جور شد یک دفعه دیگه هم دفعه یه پیغرست بگیره مره باشه هدف دیگه پنج. برو دایسا 5 برو پرتوش باز دیدی پنج. گفتم ماشین باید جور شد. پرتوش ماشین خطا خورد. برو پرت چهارش بسیار خمیر چی؟ ها والا خمیر ماننده زده خمیر ما رو خراب نمالش. نه دیگه پرتو همون یه دست دیگه پرتو یکی دیگه پرتو نه پرتو یک دست کم نوت برو چی شد باید ماشین ما کم بگیری. گرم لاریلا خانه ما خراب سعی کرد کنید پف کردن ممنوع پف نکنی این رقمی
توری در سر کسم ندازین راست میگه. بند است کار بند است خب یک دانه ما پرتو پرتو یه بینه جور نه او رو جور نکن من دارمش برو بنزم کردیم بچه ما از این آشک میشه بگی یک نرم میگه بیا اینی نه بس واو this is wow دستک ممنوع ایره این تو کش. نکن خب بخوبی خودتون میگه میتونی دو نمیشین ها سایکل چرا نکردیم مال خب برات گفتم دونی بابا چک دوتی خمیر در زیر رفته. بریم او قبول است آره او جور شده بود تو خرابش کرد. برو او را ما آره تو رو بخوری جور میره از پیشوا. برو او بچه توره لوکو بیا ما گرفتیم برو چی را گرفتی؟ بگی از یک بغلش محکم بگی. ما از این اتحاد نداریم یا خمیر آشک است. چرا این طرف میده؟ نه خمیر خراب شد. خمیر خراب. بگی تو خیره ایره بگی دقیقه سه زمون نشو بگی اینی رو بگی ما ایره مکم میگم برو تیسیش کرده برو بونش یک هیلو بونش باش کمشتک. بریم امیر جور کنه ما همین جور نشه به قرآن مزه نمیتونی. برو این چه رقم میشه؟ بیت میشه؟ باشه یکا باش برو وقت او تو رو کمی نه نمیشه یک دقیقه تو شور بخوری من نمیتونم. ما در یک چیز کشیده رسیم خلاص خب این یکیش دیگه شون بیاری این دیگهش برو طرف از ما خلاص تو بقید ببر چی میکنه نه بار چی هم کنه خلاص شده ما برادر بردیم ما باختیم A few moments later. خب شروع میکنه جور کردن دیگه یک دقیقه صبر کنه بچه‌ها یک دقیقه صبر کنه. یک دو سه دیگه. نکن دست قوار ندن خب کمک از اینی من باش که خمیرم. برو یک خمیر دیگر بگی نه دیگه نمیشه. ما وطنی جور میکنیم خب این نوک شه رقمی میکنی من اینو بگم تو یک مشتش که با این رقم میکنی این دانش من رقم برو که چیز که جور شو تیز کرده اوه اول این دانش تبریک سعی کنه آشک این خمیر گیس کن چی جور من تو جور فرق نمیکنه کم پرت خوبش قایم شده. کدام پلان دارن خوبه ای چه رقمی آشک مگه سرخ نمیشه ها؟ چه رقمی جور میشه آه در واقعا سرخش اونم میکنه. بولانی سی ای باید برامش بولانی چوچه میم درستی؟ بولانی آشک نام از کی آشک مونده بود تو آش هم دهی نیست که آش باری بوی باشه خیلی فرین آشا کی نامش آشمونه نام آش باید بولانی می بود نام از آش می بود نام که بولانی آش می بود صحیح میشه دی آشک میشه دو آش واو بچه‌ها پاوزه کنه. چی جور هر کنه کس که آشک خودش داره ببخشید ما براتون توهین نمیکنیم دیگه توهین با آشک خورم تنها کس که یاد داره دیگه مست مستم چند دانه جور کردی؟ چرا خیلی جور میکنه بولانی جور دار او چی میکنه او چیست او آشک است؟ شما نمیفهمی کس تکنیکی نه بچهش نشت بان که جور نشت ما خواره کنه این حالا باز نظر به چیز شما است که باید آشک چه رقمی از میکشیم را داخلی براتان ها اگر نه آشک نباشه نه دیگه با ما چی بانک جور کرده بر پس هر خراب کنن پس هر جور کنن نه سایکو اول اینجا را میگیره قاط میکنی با اینیش این رقم قاطش میکنی باید دانشه غلط میگه قیافه مهم نیست ای چقدر مواد زیاد شده Entschuldigung, ich habe eine Frage. فراگی نیش نخیر Können Sie helfen mir? فراگی نیشت اشتیله یا تو سوال کرده بود تیل بوریشی گفته بود کاکا همین در پر خبر پاک بده
علی بارت و در پس ساجد. البته در تل فروشی افغانستان اینجا نه. تل فروشی یا تا تانگ شما فرق کرده نمیتونی. نه تل فروشی جدا بود. در بین بشکات تل سودا میکرد. تو شک بودی و بودم. جان من خوب وقت نبودم. واسه موقع رفتی گفتی مرا کاکا در پر پفنگ. من نبودم وقت میگم. بابا چی یاد چی میگی؟ قایم نمیشه. از وار نگی دیگه. رقم احساس دارم که اینا به ما دختر هستن. کدام گپ هست فهمیدی؟ تو اصلا غلط میکنی که احساس میکنی. سیکو دو تا رو جان اورا دختر. پچه قدی کدی دست جیگر رو نمیشه جو. شاید یک کشانه ما میگیریم گپ نداره. یک از ما یک از شما. مقصد شما خوش باشه. یک از ما یک از شما بود. نمیره خمیشه به نظر ماشک. دمی خوردنش خب دقت کردیم جور کننش نه. چرا خیلی جور ما میشه. هیچ آشک نخوردیم دامره. ما هم ندیدیم تا بالت ما نخوردیم ندیدیم نمیفهمم یک ذره او میورد چیکار میکنی میره در میکنی خلاص ما بردیم. خلاص شد خلاص شد نه مثلا اول ما خلاص اول ما خلاص شده بود ما بولونیای چوچه. حالا شما برو برانی یا کشی. یک دقیقه ایناله در گوگل میزنیم پیادر آشک چه رقمی میبریم در تهیه آشک میبریم پیشش سر آشپزا میگیم کدامش خوبشه. کدامش آشک؟ نه. مادر بچه کلان خوش داره. نه ما نازانه هستیم. تو بچه خوردم نیستی. بازم دیگه از بچه آخر دوم هستم. از این خراب است. از اول دوم هستم. از اول دو بستی از آخرم دو بستی. فرقی نداره. بچه وسط هیچ وقت ارزش همیشه بچه دوم هستی. بچه دوم از اولم دوم از آخرم دوم. آشک افغانی ببین چی هست؟ خود داخل چی هست؟ اون پایین داخلش چیست؟ داخلش چیسته؟ چرا تو باید بکنی؟ داخلش کلانش داخلش صبر کو اون پایین آشپزی تاچ داخلش تاچ فود است این تاچ فود است تاچ فود. این تاچ فود است بیکاس تاچ فود دو چیزه بگو مرا تو داخل از چیسته؟ داخلش نه او تاچ فود است تاچ فود چی می‌کنی داخلش چی هست؟ میشه داخلش تاچ فود داخلش گوشت است تاچ فود تا آشک فرق میکنه امیجا ما بر 100 دفعه آشک نوشته که بر تموره میکشم آموزش آنلاین آشپزی دان تاج فود. تاچ فود است بگو ایناله بگو سیکو از دوش یک مزاره میتن نه او تاچ فود است ای گفت آشک افغانی ما آشک افغانی جور نه آشک افغانی است من نظرم خیلی آلمانی است آشک آلمانی نیست او تاچ فود است تاچ فود داخلش گوشت پر میشه دفعه اول است من نام یادم میاد چی گفت تاچ فود چی هست؟ من نام آشک اولین بار مت میشم بیادر ما چالیش بسته کردیم زیاد شخص مغزش تاثیر کرد. میگم خوبیش هست ما بردیم دیگه خلاصه گپ بیادر فهمید بازود خلاص کردیم تست خلاص کردیم مسابقه در تست خلاص هم کردن بردیم اگه در تیز خلاص کردم کل جوست من شما پندک جور کردید. او را با پاندای کانفوکار میخورن در بین او جوش که میپره اون موموست اون که از این چیز فرق کردن نه بچهش کجایشی مومازن پندک. در کامنت ها نوشته کنه کی گرفتن در بینش در پیش انداخته رو گریه زدن دسکاونت سنگ شیری دسکاونت دیدی نه دیگه نوشته کش نکنه خراب ابا میشه جان این کس از این چی هست؟ برانی در کتیمو نه خرابش فکر دو تا رو مونجا او انداختن خرابش فکره دو تا رو جای کردن سه تا نه او یک تا جوره برانی در کتیمو بخری خرابش بولونی از تیمو خرابه برنده ماستیم بولانی گگ هست بولانی گگ برنده نه مزه ای باشه رقم هسته دلم میشه همیال خام بگیرم بخورمش بیا تا دلم نمیشه خام هست غم نخور تیر سرطان میخورانی ما زیادتر گندنه هم گندنه ما زیاد مانده گندنه ما زیاد مانده شما هیچ گندن استفاده نکردید نه خب شما گرفته او را فهمید چه که نصفش در روی زمین ریخته کوکی شما نه از ما در روی زمین نیست نه خب زنگ است او با ما زنگ زده خدکو زنگ با ما آمده دباینی جمع خوراک گپ تمام میزنم نه ترجمانه دیگه اوکی listen دباینی جمع خوراک کلنا میباشه برای زنگ موبایل همه چیز خوب نیست بی عربی است
چی گفت؟ میگه در بین جمع ما و شما نه در بین میانه در میان بین ما و شما یکی بیا یا فارسی از این ترجمه کنه. در بین جمع ما و شما یک میلیون وجود داره. صداش پلن نگه داشتن و زنگ آمدن و چی میگه گفت فجار دارد پس هر قلب ما درد صبر کنه. کن با خودم میگم بکشی این بچه را در میانه دست در دار خودت شور بود دست میان بزرگاه همه کس که میباشی بین خصوصا بین در میانه هنگام برنامه داشتن موبایل و اصلا بودنش و بعدش هم اگر داری سایلنت باید باشه. این بسیار بیادبی است. بهترامی بهترامی به کی هست؟ به غذا است. بهترامی به غذا، بهترامی به موبایل باشد جمع کلانا باشد بگندنه بگندنه. نه حال ما در جمع بزرگان نیستیم. خب دوستان عزیز ما میریم به مرحله بعدی. ما شما رو در جریان میمونیم. اگر اینطوری باشه ما تا سبا صبح میتونیم گپ بزنیم دیگه در جریان میمونیم. خداحافظ. حواس گندنه چی میگی؟ زده که گندنه بینی آشکای این جدایی کسته اینی را که میبینه دوستا اینی مرچ سرخ خالص است کمی بخوری در فضا میری پس گندنه بسیار زیاد کم کرد. در فضا میبرید این هم نمکش هست صوف نمک. شما چقدر گپ میزنی یعنی فهمیدی نمک است کمی شور است کمی بخوری دیگه در سه روز فهمیدی دان دلت نمیشه این گندنه پس میره به کسایی که میبازه چیزا جزاییست آشکای گندنه جزاییست بس هست. همین که نمیدارد پرتی فهمیدی خلاصه موتورسیکل خریدگی است. موتورسیکل چی که من میگم کدام موتورسیکل همون موتورسیکلایی که در موتورسیکل افغانستان پریشی همون موتورسیکلایی که وقتی اگر بورا بیام دیگه شدیدی که کسی که پرداخت شده دوباره پرداخت یاره تا قواره جور کنه که دیگه گرد نشه. دیگه اون دم گوشه زدگی است قوارش معلوم میشه اونو سرخ میزنه باش یک کشم شور است اوه اینا بخوری به خدا یه گوشه بانه شد. ببین مقبولی هست ایکو بابا چی کار است روزیست نه خواهی تو انداختم تو رم بالا نه خرم شلر میبینی نیست. تو باید با نرمی با لطافت اسپیشل کارا وی که چند دقیقه پیش ما هندستانی باشی فهمیدی اینا میخوری راجع هندستانی دیدوست خدا جگاور میگوتی دیگه بخور. وی مخت ایگه جگاور قادری صدای عقابه بکن چی هست؟ خب خیلی بان پیش خواننده است. صدای عقابه بکش بریم دیگه ما اینا پخته کنیم و در وقت بخوریم دیگه. چی میگه؟ چی میگی من؟ چه ترجمانی بگو. چی میگه؟ ترجمانی که میره. چی میگی؟ چکار قدری این وقت بزنیم مرچ خورده اینه برده هوا. نه نیست یا؟ یک دم دیگه بگی. بگو دیگه. چی رو بگویم چی میگفتی تو؟ قادری تا باز بگو برو. میرا نام ہے جگاور قادری چی مونوی؟ کی هست؟ ترجمه چی میگه؟ پیش از این اگه بریم آشک میخوریم باز تا خوردن آشک با خوردن آشک با ما باشه نه او بچه این مرچ منتظر ما ما باشه مرچ بیار اونو خمیر بیار که میو مرچ را داخلش پرتم که گندنه بیار کیمان او بچه مرچه بوده. کجا رفت؟ مرا دیگه رکن بیار دیگه اینا دارید والا گو مرچ داری دارید مرچ خراب که نمیپخشنی برو اینال عزیزه نه دیگه نشه تو رو در ساید لوتان دی مرداش بیگارد نمیخوام پس آورده خودت بخور بس خب یک مرچ هم قربانی را تا خوردن آشک ما رو تا خوردن آشک همراهی کنی قسمت بعدی میبینیم بیتان ما رو تا آشک همراهی کنی که بخوریم. خب همراهی خو یعنی باز یعنی نه خود دیگه ما رو تا خوردن آشک همراهی کنی نه منتظر ما باشیم در قسمت بعدی سعی آه تون بود؟ تیز است نوک زبان و امیال ای تو
دوباره مدرسه خرید. بریم دیگه بچه. بریم که پختش کنیم. بریم. 12 seconds later. خوش آمدین به قسمت دیگه برنامه ما. قسمت آخر. قسمتی که دیدین همراه چشمتان ما بردیم مگم چون ما بزرگ هستیم. نه برای از اینا واگذار واگذار میکنیم و چرا که اینا مرچ خوردن نمیتونن. اشتک هستن. مشتک هستن. اشتکار با مرچ خوری و همه چیز نیست. باز ما و سیار جان یک ذره ما تجربه ما زیادتر از ما تصمیم گرفتیم که مرچ بخوریم. واگذار کنیم برای از یا. مطمئن هستی؟ مطمئن هستی؟ مطمئن هستی؟ میخوای قاب تبدیل کنیم؟ مطمئن میخوای هستی؟ تبدیل کنیم؟ اگه امور را خوبی جور میکردی زود کرده خلاص میکردی می‌کردیم. حالا ما میخوردیم میشه امور را بخوریم چرا خموش کرد بخوریم که فضا رقم مزه میده اول شما بیا. بخوری. ای از مخ کلگی میکنه که مزه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بگو. بسم الله در بسم الله الرحمن الرحیم. سایکو کمی دیگه یک تک جان ما در بیخی. نمکی بود یا مرچی؟ شورا. نمکی بود یا مرچی؟ شورا. نمکی بود یا مرچی؟ شور است بسیار جور شور است چرا خموده باز چقدر شور بود تو بسه. واو یعنی بس. نه من تو فکر نمیکردم این رقم نو ریاکشن یاری نو ریاکشن ایش تیز بود بخورم. تو تا خور مردش تا. تو نمکی کجاست من میخورم. ما نمکی هستم رنگی سفید میزنم خب مزه میتر یعنی خب تو فکر میکردی که یک غذا را خورد باید پا بخالی کنیم. بابا خالی کنی مجازات هستی شما من نمکی خوردم میتونم. نه دیگه چه خیره بود بعد از برنامه تمام نه زنده باشه. بخور. میتونم. پرفکت شما که از ما مزه داره. آب میخوری ما خیلی دادم. نو ریاکشن نو ریاکشن تیز بوده ای. نو ریاکشن بچه ها نو ریاکشن. تو بگه که ازو بخور. نو ریاکشن میتونی؟ نه بگی دیگه. یک شیکایی بخوریم. نه 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 خوب بچه از ما. من نمیخورم. یا چقدر گوشنی هستن. سر چیزی که نباید بخورن هم گوشنگی میکنن. مزه میتونم. دو تا یک دانه مونده میخوری مطمئن هستی از من تون بود. از من اولیم تون بوده در جان ما میزنی؟ مگه مزه داره. از من سیر دار. بخور او شهر مشقاب است این لوبیا که کم داد که میاد. کم اسپیشال بود. حالا چه بود؟ خیلی تیز. اسپیشال بود. اسپیسیال مگاریتا آخرش هم تاخو. $1 میلیون. شورا شاشرین ایراد چه شما بزنید من ریاکشن نمیتونم. شورت است. 1 میلیون $1 بیلیون. تیز بود نه اینه من گفتم ریاکشن نمیتونم بکنم دکم من نوشته کنیم. خب تیز بوده حالا چه تو نکردی؟ تو میگه نکن. نمیخورم نه. $1 بیلیون. دیگه دوباره خدا شک نمیره. مجازات شدن یا ای من میره که جبلکی ما قاشق 1 میلیون را جبلات تو کجا شد؟ تیاره آمد. نکو کدک کلای میره. میریزه وی چکر. میره. خب غار نیست خب دیگه برنامه به پایان رسید. کسی نخرید $1 بیلیون. خودم میخوام. دپا گوش میگیره دیگه. چای خانه خبر. اون میره میفروخته. صدای میلرزه. بیبی انداخته برنامه رو به پایان میرسانه. اینجا شد. رقم
چالش داورتان نکنه. مجازات گیاه شدن نباید کسی این میشده. چالش هم میتونید بکنید وقتی که مطمئن هستید میبرید. اگر میفهمین که میبرید مگم راست که بگیم از واقع خیلی مزه‌دار بود نمکیش ایستاد خو نو ریاکشن نمکیشی خورد کل تلخش ما خورد خب دیگه خندک کو بریم دیگه بس کجا میرید؟ گوش نشده تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار. حالا یا و مددگارتان باشه دیگه خداحافظ. آشک و مسیحتان نره. خداحافظ. کامنت های مقبول تنید نره گولی و گولی ما را سابسکرایب کنید. خداحافظ. چینل ما سابسکرایب کنید. کجا برید؟ لایک کامنت سابسکرایب زنگوله را فشار بدین. از یادتان نره اگر نه باز برنامه خوبی براتون جور نمیکنه دیگه هم ما را دیده نمیتونید. باز باز ما گفتن بود. ما کار میکنیم. 3 4 خداحافظ. اوچ پچ بوچی منی مچ بوری تیو نه باش باز صبر تو کلی بزنم سب گولی پیش بیا نه دیگه پیش بیا ما اینجا سات شده ما جای شور نخوردیم این قرقشیست که شما فامیلی چیز میکنه پندک جی باز دیگه خلاص خمیر است که خمیر ده بعد مزه میده فیلم خمیرات دست نزنید. خمیر کجا رفت خمیر زد به قرآن رفت خمیر اوی گناه داره گناه داره خود ماستی نکنه گناه داره علی گناه داره. هوس گناه داره بزدی روی من گفت قبول کنید دیگه. نه هنوز مانده مرحله یک مساوی یکی هم مرحله دیگه مرحله. ما 2 پوینت گرفتیم شما بس پوس یا وزی مرحله بس تسلیم بابا چه سعی که چی جور این خانه است